دقت کردین این روزا اکثر زن و مردای ایرانی از هم متنفرن، نسبت به هم کینه و گارد دارن، در صورتی که یه زمانی مردای ایرانی معروف بودن به این که ستون خانواده‌ان، امنیت خانواده‌ان، رفاه خانواده رو تامین میکنن و زنهاشون معروف بودن به این که عشق و مهر و آرامش میدن. حالا چی شد که به اینجا رسیدیم؟ اول فرهنگی که مال کشورمون نبود و وارد کشورمون شد و دوم اقتصاد. تو نمیتونی از کسی که لنگ نون شبشه انتظار داشته باشی صبور و مهربون و آروم باشه. پسرا کار ندارن یا اگر کار داشته باشن حقوقشون کمه، نمیتونن با دخترها در ارتباط باشن. از اون ور دخترها زندگی لاکچری رو توی این اینستاگرام میبینن و دوست دارن اون زندگی داشته باشن. میان با افراد سطح بالاتر از خودشون که اون فرد سطح بالاتر از خودشون زمانی که بخواد ازدواج کنه با یکی شبیه خودش ازدواج میکنه. از این ور این دختر دلش میشکنه، دختر دلشون میشکنه، پسر دلشون میشکنه، همه از همدیگه متنفر میشن، در صورتی که هیچ کدوم مقصر نبودن. زمانی درست میشه که اقتصاد درست بشه، زمانی که ما به این درک برسیم که نه زیبایی یه زن خیلی مهمه، نه پول بیش از حد یک مرد. هر چیزی در حد معمولش باشه خوبه، فقط اون اخلاقه و انسانیت باشه. دارم که یه روزی به اصل خودمون برگردیم و به ایرانی بودن خودمون افتخار کنیم.